بذار هر ثانیه حالت خوب باشه. بذار رفتنیا بره و موندنیا باقی بمونه. تو لبخندتو بزن، انگار نه انگار. حال خوب خودتو به هیچ اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن. بی واسطه خوب باش، بی واسطه شادی کن، بی واسطه بخند. شک نکن تو که خوب باشی همه چیز خوب میشه، خوبتر از چیزی که فکرشو بکنی. درود به همه شما بینندگان چنل راز. من فراز هستم و خوش اومدی به یکی دیگه از ویدیوها. هرچی تو زندگیت بیشتر شاد باشی درهای موفقیت بیشتری به روت باز میشه و صد البته موهبت‌های بیشتری نصیبت میشه و فقط بدون که خودت مسئول زندگیت هستی. قراره فرکانس ذهن خودمون رو روی شادی و امید تنظیم کنیم که اگر این اتفاق بیفته هیچ چیز قادر نیست اونو از من و تو پس بگیره. پس آماده میشیم برای پیام امروز. من چند ثانیه سکوت میکنم تا تو رفیق خوب این فرصت رو داشته باشی که نیت کنی، تصور کنی، تجسم کنی آنچه که در تمنای به دست آوردنش هستی. خب اگر نیت کردی و آماده ای با هم ببینیم پیام امروز. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، دری دگر زدن اندیشه تبه دانست. زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست. بر آستانه میخانه هر که یافت رهی، ز فیض جام می اسرار خانقه دانست. هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست. دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان، چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست. ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم چنان گریست که ناهید دید و مه دانست. حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان، چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست. بلند مرتبه شاهی که 9 رواق سپهر، نمونه ای ز خم طاق بارگه دانست. خب بریم سراغ پیامش، ببینیم تو دل خودش چه قصه ای برای امروز من و تو داره. خب پیامو میخوام اینجوری شروع کنم که میگه از این شاخه به اون شاخه پریدن و هر روز دری رو زدن به نفعت نیست. میگه سعی کن با فکر باز و دقت و مشورت بسیار راه درستی رو انتخاب کنی و توی اون مسیر قدم برداری تا به موفقیت برسی. تو دل پیام ثابت قدم بودن رو میخواد به من و تو گوش زد بکنه. این که اگر تو زندگیمون 1000 تا کار ناتموم داریم، یه کاری رو شروع میکنیم با شور و اشتیاق و یه مدت دل زده میشیم، این به خاطر این نیستش که اون کار مشکل داره، این به خاطر اون نیستش که من و تو مشکل داریم، این به خاطر اونه که من و تو آروم و قرار نداریم. این به خاطر اینه که به حکم الهی شک داریم. از همه چی مهمتر این ایراد در این هستش که من و تو مشورت نکرده میریم یه کاری رو شروع میکنیم. به جایی که اول کار به سختی‌هاش فکر کنیم، به ناملایماتش فکر کنیم، میایم تو ذهن خودمون شروع میکنیم سناریو نوشتن. تو ذهن خودمون یک ویترین قشنگ از اون اتفاق، از اون کار در نظر میگیریم، ولی وقتی که میریم تو حقیقت و واقعیت ماجرا رو میبینیم که چقدر سخته تو
حقیقت زندگی کردن و اون کار، اون اتفاق فقط توی ذهنمون قشنگ بود و برای فرار از این حس بد میایم بازیو به هم میزنیم، باز میریم به این درون در میزنیم، میریم سراغ یک اتفاق جدید. پیام داره میگه که بیا و بالا غیرتاً این سری فکر کن، این سری مشورت کن، این سری روی کاغذ بنویس اهدافتو، بعدش اهدافتو با یک نفر دیگه چک کن. خیلی از مواقع من و تو دوستای خوبی توی فکر کردن برای خودمون نیستیم، اینو باید بپذیریم. اگر مدام شکست میخوریم یه جای کار داره میلنگه قربون شکلت. و به شدت به این جمله اعتقاد دارم که نباید از بخت و اقبال خودت شکوه کنی، که همت بیشتر شرطه تا قسمت. نمیتونیم که ندونسته بریم یه کاری رو شروع بکنیم به این امید که حالا ممکنه بخت و اقبالم با ما یار باشه. دوره ای نیستش که بشه این شکلی کاری رو استارت زد. نمیگم نمیشه، شاید بشه، ولی واقعا اتفاقی میشه. واقعا توی هر 100 تا چند تا ممکنه آدم بره ندونسته یه کاری رو شروع بکنه به این امید که بخت و اقبال باشه یار باشه. و حالا جالبیش اینه که این نکته از پیام داره میگه فکر و اندیشه‌ای بلند که قابل تقدیر، قابل تحسینه توی ذهنت هست، اما برای به اجرا در آوردنش راه پرفراز و نشیبی در پی داری. پیام میگه که امکان برخورد مشکلات و سختیات توی این نیت برات هست. لازمه موفقیت، ببخشید زبونم گرفت، لازمه موفقیت توی اون استقامت و پایداری و توکل کردنه. و اینو بدون زمانی در زندگی خود به پیروزی میرسی که دلت با خدا باشه، با تلاش و کوشش دل به دریا بزن. دیکته نانوشته رو همه بیست میشن. نترس، دل به دریا بزن. تمام اینا رو اول گفتم، یکم گله و شکایت کردم، ولی میخوام امید تو دلت زنده باشه. اینا رو گفتم، شاید به خودت بیا یه تلنگری بهت زده باشم، به خودم زده باشم، ولی در نهایت امر خدا رو 100,000 بار شکر امروز امید داریم. امروز میدونیم که میشه اگر با برنامه ریزی باشه. پس الان که این پیام به پایان رسید از خدا میخوام علی‌رغم این که باور نداریم، علی‌رغم این که بلد نیستیم، علی‌رغم این که توی مسیرش حضور نداریم، خودش به ما نابلد مسیر رو نشون بده. و این که امیدوارم موفقیت نصیب تک تکتون باشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو منو همراهی کردی. خدایا دانشی ده غم نگیرم، بده آرامشی ماتم نگیرم. خدایا از شهامت بی نصیبم، شهامت ده که آرامش بگیرم. خدایا این تفاوت بر من آموز که در گمراهی مطلق نمیرم. پوینده باشی و پایدار.